توجه کنید. رسول اکرم میگوید کسی که در دنیا نماز ترک میکند ثم قضا، بعد بیگاه که شد قضایی میخوانش، عذب فی النار حقبا، این گونه انسان خداوند در روز قیامت یک حقب عذاب میکرده است. از پیغمبری خدا پرسیدن حقب چیست؟ حضرت گفتند 80 سنه. برای یک نمازی که وی قضا کرده است، برای یک نمازی که وی در وقتش بے پروایی کرده است، خداوند در قیامت 80 سال عذابش میکرده است. الحق 80 سنه. پیغمبر گفتند 80 سال برای یک نماز قضا کرده خداوند عذاب میداده است. السنه، باز رسول اکرم دوام دادن، السنه 360 یوم. اولین چیزی که برای زنک نشان میده دسته گل است. این وقت دسته گل از زنک که میبیند دیگر خودش در بالای مردک میفتراید. خوب میلش آخی شما هم آخی سنت ما هست، این سنت رسول است. شما هم دسته گل گرفته برای شما هم یک خوشبویی را گرفته برده، مثال سلام که کردید از کیسه که ببرار یک خوشبویی را در دستش بده، آخی همون خوشبویی را که استفاده برد با کجا میرود؟ با پیش گرفتید. آخه ای بوی خوشی همون تو استفاده میبری تا در یزید. همون یک خوشبویی نمیگه یک سامان ای، دو سامان ای، آخر چند سامان ای، لیکن دل برداریش میدانید چقدر معنی بلند دارد. این است آن چیزی که خدا از ما میخواهد. رسول از به نام پروردگار چیزی از خودم زم نمیکنم، چیزی از خودم در این بین نمیدارم. آن چیزی که میگویند آدمانی که از پشت صورت روز قیامت عذاب میکشند، کسی صورت مرده را نگاه کند همان وقت مرده را عذاب میدهند. برای همین پیش از مردن صورت را بسوزانید. راست است. خدا باز هم به شما علم و دانش زیاد عطا کند. البته حق گفتن کسی گفتن صورت گرفتن در اسلام ما و شما اگر بی عذر باشد ما و شما را گناهگار میسازد. ما و شما نه صورت میگیریم نه صورت میکشیم. صورت هایی که لازم است برای پاسپورت، لازم است برای یگان اراده سفر داری، مرحمت صورت گیر، لیکن بیهوده صورت نگیر، بیهوده صورت تر نکشن که در اصل هرگاهی که به صورت تو نگاه میکنن تو را خداوند عذاب میدهد. امروز متاسفانه خانه همه مسلمان ها پر از صورت است، علال خصوص در همین قشلاق ها اینقدر صورت زیاد جمع شدگی است. بالای همون جیودانی که دارند گردابگیر همه پر از صورت است. و در خانه مردم شهر باشد حمام خانه هاشان پر از دخترهای فاحشه صورت ها در همون حمام خانه و واردای خانه بود. همون اکتیارهای بدبخت و بیدین خدازده که در دنیا هستن همونا در خانه های ما و شما زدگی هستند که اونا به خون هزارها مسلمان تشنه هستند. شما بالای سرشان کردید. اونا خود کم کثافت بودن که باز در خانه خود جاشان کردین. یگان ملائکه رحمت خانه شما نمیدراید. نگذارین در خانهاتون صورت ها را. مرحمت صورت کعبه است، صورت یک منظره است، یک منظره را بیارین کشال کنین. ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد للشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا.